Если сказал, должно быть сделано. اگر گفتید اجرا کنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هر سال وعده‌های گوناگون می‌دهد. ماه اپریل وکیلان را نصیحت کرد که وعده‌های خالی ندهند. هرچی خواستند وعده دادند تا که حمایت رای دهندگان را به دست آورند. هر سال وقتی گفتگوی مستقیم با مردم، پوتین به سوال‌های انتخاب شده جواب می‌گوید. او شهروندان نگران را آرام می‌کند، از آینده خوب روسیه می‌گوید و خود را مردی نکوخواه جلوه می‌دهد. ولی پوتین قول‌های هم می‌دهد که اکثراً اجرا نمی‌شوند. من ضد بالا بردن سن بازنشستگی هستم. تا زمانی که رئیس جمهور هستم چنین قرار قبول نمی‌شود. سال 2018 پوتین قانون درباره بالا بردن سن بازنشستگی را امضا کرد. Говорят, что самая большая зависимость от власти. میگویند که سخت‌ترین اعتیاد به قدرت است. من هیچگاه این احساس را نداشتم. به نظر من غیر قابل قبول است که اگر شما به کرسی رسیدید فکر کنید که حق دارید این کرسی را دائما و تا زمان مرگ نگه دارید. پوتین بیشتر از 12 ساله است که همچون رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه را رهبری کرده است. تغییر قانون اساسی در سال 2020 با او اجازه داد تا سال 2036 در قدرت بماند. تا 5 سال آینده روسیه یکی از 5 اقتصادی قوی جهان می شود. روسیه سال 2020 از این هدف بلند پروازانه‌اش دست کشید. هر یک کارگر در روسیه باید مزد مناسب بگیرد. از جمله امکان داشته باشد برای زندگی مناسب در زمان بازنشستگیش پول جمع کند. بسیار مهم است نفقه خوران و معلولان که این امکان را نداشتند امتیازهای مناسب اجتماعی بگیرند. سال 2020 20 میلیون نفر از مردم روسیه فقیر بودند. من بازنشسته هستم. در یک ماه اندک بیشتر از 15,000 روبل میگیرم. چی بگویم؟ پوتین به حال ما میخندد و تمام. مثل گدا زندگی میکنیم. کریم یک پارچه اوکراین است. ما حق دخالت به امور کشور دیگر را نداریم. تاکید میکنم ما چیزی را از کسی گرفتنی نیستیم. ما یک کشور خودکفا هستیم. روسیه سال 2014 کریم را از اوکراین گرفت. ما باید اقتصاد پیشرفته بسازیم و ارکان دموکراسی را مستحکم کنیم. اکونومیست اینتلیجنس یونیت روسیه را در شاخص دموکراسی از میان 167 کشور در مقام 124 قرار داده است. یکی از مشکلاتی که سالهای اخیر در کشور ظهور کرد ناباوری به فعالیت رهبران است. این باوری را زمان میتوان برگرداند که آنچه میگوییم عملی شود در همه ساحه‌ها، اقتصاد، مالیه، سیاست و همه جا. اگر گفتید باید اجرا کنید. Если сказал, должно быть сделано.